هدف آفرینش چیست؟ یکی از مهمترین سوالاتی که در ذهن انسان خطور می کند این است که چرا الله متعال کائنات را خلق نمود و چرا ما اینجا هستیم؟ اکثر مردم حتی به این فکر هستند که ما در این دنیا برای لذت‌های دنیوی آمده ایم و حتی اندکی به این توجه ندارند که بعد از این زندگی چه سرنوشتی خواهند داشت. الله متعال در این مورد در سوره مؤمنون آیه 115 می فرماید: آیا فکر می کنید که شما را بدون هدف خلق نمودیم و آیا به سوی ما بر نخواهید گشت؟ اوی تعالی به ما هشدار می دهد که برگشت ما به سوی او حتمی است. این بدان معنا است که هدف در کار است. دلیل وجود دارد و ما باید متوجه آن باشیم. این دلیل چی می تواند باشد؟ الله متعال در سوره طلاق آیه 12 می فرماید: این الله است که 7 آسمان و همانند آن زمین را آفرید. فرمان او میان آسمان ها و زمین جاری است تا بدانید که او بر همه چیز قادر است و به علم بر همه چیز احاطه دارد. خب این چی مفهومی دارد؟ این یعنی که اوی تعالی 7 آسمان و زمین را خلق نمود تا بدانیم که او قدرتمند و بر همه چیز عالم و آگاه است. یا به عبارت کوتاه‌تر، او مخلوقات را خلق نمود تا شناخته شود. من میگویم که یک انجینیر هستم. چه کسی این را قبول خواهد کرد؟ مطمئنا هیچ کس، تا اینکه تولیدی از خدمات انجینیریم را نبیند. پس برای اینکه من حیث انجینیر شناخته شوم باید افرادی باشند تا شاهد تولیدی از من باشند. در غیر این صورت این به معنی است که بگویم انجینیر هستم. خب ما می‌دانیم که الله متعال خالق است. خالق یعنی کسی که خلق می‌کند. بناهن خالق بدون مخلوق خالق نمی شود. پس الله متعال ما را خلق نمود تا اینکه من حیث خالقمان شناخته شود. برادران و خواهران، باید داشته باشید که او یگانه ذاتی است که از هیچ خلق می کند. به طور مثال یک نجار به کمک چوب و میخ چوکی و میز درست می کند. اما چوب محصول درخت است که توسط نجار خلق نگردیده است، نه به واسطه بشر بلکه به واسطه الله متعال. و میخ هم محصول فلز است، فلزی که از سنگ گرفته شده که باز هم مخلوقی از مخلوق الله متعال است. پس تمام محصولاتی که انسان آن را خلق می کند وابسته به عناصر اساسی می باشند، عناصری که توسط الله متعال خلق گردیده اند. بنابراین این نوع خلقت که چیزی را به کمک چیز دیگر درست کنیم محدود است. خلقت نهایی و حقیقی آن است که چیزی از هیچ به وجود بیاید. خلقت است که هیچ کس جز الله متعال قادر به آن نیست. و یا در مثال دیگری میگویم که زمین بزرگ است، مگر این ناممکن است که بگویم زمین بزرگ است جز این که موجود کوچکتر از آن وجود داشته باشد. اما اگر مهتاب در کنارش باشد قبول کرده می توانیم که زمین بزرگ است.